خب سلام، خوش اومدی به یه ویدیوی جدید از روبلاکس. فعلا که میخوام روبلاکس بذاریم و امروز قراره چیکار کنیم. قراره چرت و پرت ترین که نمیشه گفت از این میم چرت و پرت ترین مپ‌های روبلاکس رو امتحان کنیم و بگیم آیا خوب هست یا نیست. اوکی، ببینیم چه مپی یکی از من چرت و پرت به نظر میاد. می سونیک و ماریو رو هستم ولی میفهمم چیه. میری پایین، ماریو و سونیک در حال جنگ هم با هم، خیلی عجیبه. فری ادمین لند هستم، نمیدونم اینا وسایلشه که میتونی بخرید. 9 سال به بالا با این بازی چرت و پرت. من سن به بالا رو نمیدونم. رال بارسا هم نمیدونم ولی مطمئنم چیز خفنیه. یعنی چیز پوه رو یه بار رفتم میفهمم چیه. 1000 میلیون، این که 100% دروغه. خب نمیدونم این پوه هم میدونم چی. باسه دیگه لازم میشه ببرم تو اینا همه معروفان ولی من رفتم توش. فرقی رم وقت میرم دامن بازی چرت و پرت بگردم. اینا هم که مثلا نشه 3000 تا یا 10000 تا به روباکس میری، همه پارک کنم رن میکنی. یه باکس هست که باکس رو که با یه کد بزنی که بر همون 10000 تا رو اینها رو بده که الکیه 100%. واقعا نمیدونم، جدی نمیدونم کنم انتخاب کنم. ببین هستم. ای خدا بچه باشید، اینجا یکم جای بدی من اومدم. میتونستم اتاق خودم برم ولی الان دیگه اومدم اینجا بگیرم. About you me. من کشتی تایتانیکی رو میخوام برم. من یکی 0 نفر توشه ورد نمیدونم چی انگلیسی منم که 2 نفرم توشم. ببینیم چیه. من نظر ندارم چی باشه، مثلا میگم بس کشور سفر کردن این چیزاست. حالا میبینیم چیه دیگه. اوکی، بعد دوربین اینجوری کنم. اوه، یه نفر تو مپ 0 نفر نمیشه دیدش نوشته بود 2 نفر. خیلی عجیبه. 2 چیزم دستمه، 2 3 چیه کارت چیه. بچه بخور من این مپا نرفتم، فکر نکنیم شمی فروده دوبهیه. چرت مرد. بچه این لباس هم اگه میخوام بفهمم 5 تاست رو هم شدن 10 تا. مال چیه؟ حدس بزنیم مال چیه. اینجا میذارم اینجا یکی از تیکه های به همه چی هست دیگه. بفهمیم لباس کیه و مال چه انیمه، کارتونیه، فیلمیه، نمیدونم دیگه. خودتون با بفهمین. هر کی فهمیدم یک جایزه نه. ببخشید باشه، من شارژم بذاریم بکنم. اوکی باشه، من شارژ ندارم اومدم باشه. شاید بچه اینو بتونم شاید در آینده با کامپیوتر اینا باشیم که احتمال شکل. اوه اوکی. چرا همشون کارت فقط این پرپل. قرار سفر کنیم دو اینجا هست. هند، ایتالیا، این USA، مکزیکو، ژاپن. فکرم کارتو بدیم اینا میبرن. اما چطوری باید سفر کنم؟ معلومه هیچ کس نمیدونم تو همچین مپی. اما بازو بریم با همین ساکمون. کجاست هواپیما؟ هواپیما اینجاست. چطور با بری الان پیش این هواپیما؟ ایندیا فکرم بازی هندیه داشت میخوره. بذار من حالا روش ژاپن. این چرا دامال منه؟ خب برو یه خب صرف جویی وقت نمیشه. این چرت و پرت مپش خب معلوم هیچ کس نمیاد. اسمش چیه؟
چون قدم کوتاه است که خیلی قدش بلندتر از اینا. دستشویی داره حداقل همین صرفه. تمام بچه باز خیلی چرتی بود. نه بابا نمیشه زد. بابا چه صورت خودم دارم میبینم توی حالم بد میشه. اوکی خیلی من مسخره اونم بهتون حق میدم. اینجا پایین خیلی تعداد ندارم. 21 نفر 14 1. وای دارم فشار میکنم سر این بازی های چرت و پرتا. اینا هم معروف این بالا. اینا همه خوبن بهشون میخوره بازی خفنی باشن. اینا بازی که خودم رفتم بازی چرت و پرتشون چرت و پرت نیستن. من بازی هایی میبینم که خیلی خفن باشه که بفهمین. نمیدونم واقعا بذارین دنتیست رو برم. این مطمئنم بازی خفنیه. یعنی سلام گل محمد هستم پسر. من محمد نیستم زیگم داشت. زیگو نمیشناسی؟ این بازی خفنیه پارکور مطمئنم با چرت و پرت. وای بچه دستم نمیره دوربین. ها بدونی که یه بار ببازم اگه باختم این ویدیو تمام میشه. نظر تو چیه؟ اگه یه بار مردم که میمیرم. خوب که دوگمه رو تیرم. من یه بار ببازم دندون پلاس خیلی کار مسخره است. بچه من نبا ببازم یه بارم بباز حاجی بسا بیشتره. 3 بار باختم بابا. یکی خیلیه. اون شورت ویدیو خوبه که یه بار باختی تمام میشه بازی. نه برای ویدیو طولایی 3 بار ببازم ویدیو. با بخوابم دیگه. آقا میگه باید در رو باز کنم. باید داخل اینو بگردم. کلید یکی که بستشه اونه که میشه باز کرد. چهارمی میاد بیرون. دیدین تمام چی کرده اون کندوستری داره میشه. من میرم من آدم ریسکی هم دیگه چی بهتون بگم. خیلی خفن. باورم نمیشه من تو پارکور خیلی میبازم. من اولین بارم اینقدر نباختم. چه یه بار دیگه ببازم باید ویدیو تمامه. دعا کنید برام این بذار من نفهمیدم. یه بار دیگه یه بار دیگه من نباییم بابا. من برای تو ویدیو میسازم. اونقدرم ضعیفه دوستم. اینجا مثلا دیوار کشیم ما اینقدر غرق کنیستیم. باختم دیگه. ریدم با این پارکور کردنم. پارکور با این که بدتره واقعا. نمیشه